والا خوب میگذره اگر مقصد ما یکتان ما با Let's go. وطندار چی کار انجام دادی که پشیمان هستی؟ وطندار تا هنوز از هیچ کار پشیمان نیست ولی از اگر چیزی که پشیمان هستم از مهاجرت بوده که پشیمان هستم. وطنداری که خب چه خم میگذره آلمان؟ خوب است دیگه، فعلا شرایط خوب است وطندار دیگه. چی کار میکنید آلمان؟ فعلا درس میخوانیم، کدام کار خاص نداریم وطندار. خب وطندار آلمان چطور میگذره برات؟ والا خوب میگذره اگر خوب است اگر آب هوا خوب است کل چیز مقصد ما یکتان ما با شور نخو کامرا است. خب چی کار میکنید آلمان؟ والا فعلا مکتب میریم درس میخوانیم همیتا دیگه هیچ دیگه همیتا. آیا از خوشحال هستی از آلمان؟ بله خوشحال هستم، خوب شار است دیگه. وطندار آخرین سوال من از دولت آلمان چی میخوای؟ از دولت آلمان از دولت آلمان هیچ خواسته نه وطندار، این مایی که یک ذره بوی میده. یه دقت کو چی گفتی؟ بوی میده وطندار، مایی که بسیار بوی میده، نمیفهم چی بوی میده. نه هیچ وطندار من میخواستم قبلا برات بگم بوی میتونم، خدا کنه کامرت بند باشه با خاطر خفه نشی، مقصد کامرت بسیار رقم نه تو کپونیس وطندار من بیاپ میکنی وطندار خفه نشی با خاطر باور که بوی کاتمان بلیط بند است. خب سایز خیر وطندارا چی پیام داری برای وطندارا؟ برای وطندارا پیام ممی است، خیر است. یک دور بگی ما برات میگم گپ نداره. برای وطندارا پیام ممی است، خیر است. پایین بگی وطندارا پیام مینمی است که درس بخونن، زحمت بکشن، یک 5 سال درست درس بخونن، بعد از درست زندگی کنن. ان شاء الله که اینمی میشه دیگه. هیچ زحمت به منت نیمونه یا هیچ وطندار بوی میته باور که ما بخیر نمیاد. تشکر وطندار، پیام باشه.